با سلام، آموزش نوشتن نامه یا پیام در امتحان آتسوای. موضوع درخواست انجام کار از همسایه در آپارتمان. خب اول 3 نمونه بررسی بکنیم و به اینها دقت کنیم. Warum brauchen Sie die Personen Hilfe? Was ist die Bitte an die Nachbarn? Wie bekommen die Nachbarn die Schlüssel für die Wohnung? یعنی چرا احتیاج به کمک دارین و درخواستتون چیه؟ کلید رو چجوری میگیرن؟ خب دقت کنین دوستان، در نامه نوشتن به آلمانی شما 3 مدل میتونین نامه رسمی، نیمه رسمی و دوستانه بنویسین. نیمه رسمی برای کسی هستش مثل همسایه، مادر بزرگتون یا کسی که از شما بزرگتره یا میخواین احترام بذارین و بازی خطاب میکنین. در این حالت از کلمه لیبه استفاده میکنین. اگر زن باشه می نویسین لیبه فرا ابرت کوما، بعد متن نامه رو میاریم. دقت کنین که بعد از کوما باید با حرف کوچیک شروع بکنیم. میگه مورگن این در فرو ایستی یارس ابلسونگ فوم تلا اشتان، یعنی اینکه فردا صبح میان کنتورا رو بخونن. ایش هابه فرو زیشت اون موس شون هالب زکس وگ، ولی من یه ملاقات زود هنگام دارم و باید 5:05 برم. خب حالا درخواستم چیه؟ Könnten Sie die Firma bitte in meine Wohnung lassen؟ میتونی بذاری که اون شرکت بیاد داخل خونه من. Das wäre sehr nett von Ihnen. این لطف تو رو میرسونه. Ich werfe meinen Schlüssel in Ihren Postkasten. کلیدا رو میندازم تو صندوق پستت. وی بایم لتستم مال، مثل دفعه قبل یا دفعه آخر. Ich hoffe das passt für Sie. امیدوارم این مناسب باشه و تشکر میکنم. vielen Dank für Ihre Hilfe und herzliche Grüße. دقت کنید رسمی تشکر کردم و در نهایت اسمم رو کامل مینویسم، راشا زابیا. حالا فرض کنیم برای یه مرد بنویسم. میگم لیبا هر نویمن، نگاه کنین لیبر هر، لیبا هر نویمن کوما دوباره Ich muss am Wochenende arbeiten. من باید آخر هفته کار کنم. درخواستم چیه؟ Würden Sie bitte wieder mit meinem Hund spazieren gehen؟ میشه با سگم برید پیاده روی، یعنی سگم رو ببری پیاده روی. Das wäre wirklich nett، یعنی واقعا لطف بزرگیه. Ich klingele heute Abend bei Ihnen. میگه من به شما سر میزنم. کلینگل زنگ زدنم میشه. عصر بهتون سر میزنم. Dann können wir alles besprechen، یعنی همه رو میتونیم با هم صحبت کنیم. Und Sie bekommen gleich meinen Schlüssel، یعنی شما اون کلید من رو همون موقع دریافت میکنین. فیل گروسه، یعنی با تقدیم احترام و اسمم رو می نویسم کامل، مانوئلا واشا. حالا فرض کنیم میخوام دوستانه بنویسم. توی دوستانه دیگه لیبه استفاده نمی کنم، یا اگه لیبه استفاده کردم دیگه نمیگم لیبه فرا فلان، مثلا میگم لیبه نازنین. حالا اینجا میشه چی؟ هالو گالینا کوما. نامم چی میگه؟ میگه ich fahre am Wochenende zu meiner Schwester. میگه آخر هفته میرم پیش خواهرم. Sie ist krank und ich soll auf die Kinder aufpassen. اون مریضه و من باید مراقب بچه ها باشم. Kannst du bitte meinen Postkasten leeren und die Pflanzen gießen؟ یعنی میشه صندوق پستیمو خالی کنی و به گیاهام آب بدی، به گلدونام آب بدی. Bist du heute Abend daheim؟ امروز عصر خونه ای؟ dann komme ich vorbei und bringe meinen Schlüssel mit. من امروز عصر میام بهت سر میزنم و کلیدام با خودمه. خب بیش پتا، اینجا دیگه نمیگم فیل گروسه فیلن دانک، میگم بیش پتا و اسمم رو کوچیک می نویسم، دیگه اسم کامل رو نمی نویسم. حالا بریم سر موضوع. فرض کنید این موضوع رو امتحان میدن. میگه am Montag geschäftlich nach Innsbruck fahren meine Katze futtern. پس باید شما مونتگ برین اینسبورگ، مشکلتون ماین کتس فوترنه. کلیدو چجوری میدین؟ heute Abend abholen
و دانک اون فیل گروسه. دقت کنین دوستان توی آتوای این ستای اول رو حتما بهتون میدن. حالا میخواین نامه بنویسین یه ذره به این اضافه میکنین و نامتون تمومه. هیچ ترسی نداره. چیکار میکنیم؟ من نامه رو غیر رسمی مینویسم. پس مینویسم لیبه فرا کاراکی کوما. حالا موضوع چیه؟ میگم ich muss am Montag geschäftlich nach Innsbruck fahren. دقت کنین دوستان من اون چیزایی که اضافه کردم رو یا تغییر دادم و قرمز کردم. پس ich muss اضافه شد. حالا درخواستم چیه؟ چجوری درخواستم رو بکنم؟ میگم können Sie oder könnten Sie bitte meine Katze füttern. اینم درخواستم. کلید Sie können den Schlüssel heute Abend abholen. پس اون قرمز کوچولو رو اضافه کردم. تشکر دانکون فیل گروسه و در نهایت این امروز موبایل من گیر کرده ماریا گیا اسممو نوشتم. حالا بریم بعدی. موضوع بعدی. خب موضوع دوم. morgen kommt ein Handwerker zu Ihnen. میگه فردا یه دونه تعمیرکار میاد. leider müssen Sie arbeiten. اما شما باید کار کنید. خب ihre Nachbar soll den Handwerker in ihre Wohnung lassen. همسایتون باید اون رو راهنمایی کنه به آپارتمانتون و این. خب Sie bringen den Schlüssel am Abend vorbei. کلیدا رو هم عصر میارین. خب ببینیم چه جوری میشه. خب من همه رو میزنم که یهویی دیگه جانمونه. امروز این اذیت کرد. خب میگم لیبا هر کاراکی آقای فلان لیبر هر. حالا مورگن نگاه کنین کوچیک کردم چون بعد از کماس. مورگن کومت آین هاندورکا تو میه. چرا تو میه شد؟ توی امتحان میگه تو اینن یعنی به سمت شما به خونه شما ولی من میخوام بگم خونه من پس میشه تو میه. آبا اما ich muss leider arbeiten. ببینید اونجا بودش که Sie leider arbeiten Sie. حالا من گفتم آبا ich muss leider arbeiten. درخواستم چیه؟ میتونم بگم können oder würden Sie bitte den Handwerker in meine Wohnung. سر امتحان داده ایره وونون من باید اینو بکنم ماینم وونون یعنی خونه من. لسن حالا کی کلیدا رو میاره؟ ich bringe den Schlüssel am Abend vorbei. تشکر دانک اون فیل گروسه. اسمم رو می نویسم موسا گاروخی بالفرض. این هم شد ناممون. ببینید نصف نامه از اون چیزی هستش که نوشته شده. شما یک کم فقط بالا پایین میکنین. فعلتون رو مثلا آربایتن باشه چون اونجا تو نامه میگه زی آربایتن شما کار میکنین. من باید بگم ich arbeite. مثلا ich muss das machen. درست شد؟ خب دیگه امیدوارم که کمک شده باشه. من برای آتوای تا وقتی که کتاب تموم بشه مدام شغایبن چیز میذارم پاورپوینت درست میکنم و فیلم میذارم. با تشکر.